سال به وجود آمده است و بهترین بازیگر سال در آن بازی می کند. سر توماس مور، شما طبق قانون مقصر شناخته شده اید و بنابر رأی این دادرسی کنید. آقایان مثل اینکه قانون دادرسی رو فراموش کردن که باید قبل از صدور حکم از متهم سوال بشه که به عنوان آخرین دفاع مطلبی داره یا نه. مطلبی دارید چه بگید؟ بله. بسیاری از منتقدین به نام سینما آن را از فیلم‌های مهم تاریخ سینما دانستند. مردی برای تمام فصول، فیلمی از کمپانی کلمبیا ساخته فرد زینمن. مردی برای تمام فصول. سر توماس مور، هیچ میدونین ما این سکوتتون داریم به دشمنان انگلستان خدمت میکنین؟ بعدی هر عاملی میشه استفاده کرد. پس اقرار میکنین عامل دشمنان این تهدید شما فقط بچه رو میترسونه جناب کرامول، نه منو. جایزه اسکار، بهترین بازیگر، بهترین کارگردان، بهترین سناریو، جایزه بهترین فیلم سال، بهترین فیلم بردار و بهترین طراحی لباس. منظورت دوستیه؟ من دوست تو امریکاش نبودم ولی هستم. سر توماس. کار پل اسکوفیلد در نقش سر توماس مور به عقیده مجله نیوزویک یکی از بهترین بازی‌های زمان ماست. وندی هیلر در این فیلم موفق‌ترین کار خود را ارائه داده است. کار لیو مکرن به قول دیلی نیوز نیویورک درخشان است. رابرت شاه در نقش هانری هشتم به گفته نیویورک تایمز طوفان برمی‌انگیزد. کجا بودم؟ تا میدونی؟ من چه عرض کنم؟ که چقدر دست به عصا را میری. کاش میتونستی واقعیت رو همونطور که هست قبول کنی. اورسون ولز در نقش کاردینال وولزی هرگز فراموش نخواهد شد و سوزانا یورک به قول دیلی نیوز کارش میدرخشد. مارگرت، چه خبر شده؟ پدر مجلس قطعنامه رو تصویب کرد. ضمناً لایحه‌ای هم به مجلس داده شده راجع به ازدواج هنری. لایحه دیگه برای چی؟ اجازه ازدواج. مردی برای تمام فصول. توماس؟ توماس! توماس! مردی برای تمام فصول.